الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، در دهه آخر، دهه مغفرت، دهه رحمت قرار داریم. اولا طبق عادت پیشین به درگاه الله مهربان که ما و شما را امر به دعا کرده است. بنده ای که دعا میکنه محتاج به درگاه او میشوه، او را دوست میداره، با او لطف و مرحمت داره. دعا میکنیم که الله مهربان این شب را برای ما شبای پرفیض پر برکت، پر از طاعت و عبادت، به اخلاص، به محبت، بیداری نصیب روزی بگرداند و این امر خود را به غفلت و به گمراهی گذراندن، این دهه آخر را خالی از دست دادن، الله مهربان ما از این گونه انسان ها نگه بدارد. آمین. کمی هم باشد وقت قیمت شما را میگیرم انشاءالله که در بیان اعتکاف و مسئله همچنان دهه آخر کمی به شما معلومات میتیم انشاءالله به لطف الله مهربان. عایشه مادر مؤمنان رضی الله عنها میفرماید در امام مسلم: عن عایشه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفى الله ثم اعتکف ازواجه من بعده. مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگوید رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم اعتکاف میگه می نشست در دهه آخر. این حدیث هم دهه آخر در بر میگیرد، هم اعتکاف نشستن. اولا بیا کمی در بیان اعتکاف از دیدگاه فقه حنفی به شما معلومات داشته باشیم. در فقه حنفی میگوید که انسان مسلمان ده این سنت هست اعتکاف. خطا هم نمیکنیم اگر بگیم سنت مؤکده، به خاطر که پیامبر در این حدیث عایشه مادر میگه که تا آخر حیاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشست. یعنی هر باری که ماه شریف رمضان طلوع میکرد در دهه آخر اعتکاف می نشست. دیگر مذاهب اربعه در مثلا شاید که شافعی و حنبلی اینها در روزه هم که نباشی اعتکاف بنشینی جایز است، لکن مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید اعتکاف خاصه رمضان است، یعنی به دهن روزه دار باید انسان اعتکاف بشینه. به هر حال اعتکاف سنت است، باید من شما بنشینیم اگر توان داشته باشیم، علل خصوص کسایی که در وطن عالی هستند. به هر حال روزای بیکار هستند، این شبای دهه آخر دههای رحمت است، اعتکاف بنشینند و همچنان نیت کنند. اگر یک روز که نیت کردن باید هم روزش بشینن هم شبش بشینن، لکن میگن خاصه اگر همه روز نیت هم کنن میشود در مسائل فقهی خاصه بگم من همه روز می نشینم تمام. و دیگر اینکه اگر انسان بگه دو روز من میشینم باید که شباش هم بشینه. و زن در خونش اعتکاف می نشینه، زن یا خونش همتا معین میکنه و در همون خونش عبادت میکنه. مثلا خونه همسایه و کوچه در نمیوره و چی نمیکنه، زن در خونش مینشینه. و مرد در مسجد مینشینه. اگر که یک روز نشست یا 2 روز نشست رفته و روز جمعه باشه میتونه نماز جمعه بره و همتا جمعهش بخونه و بگرده بیا، یعنی بر وقت نمیره، هم قی میره که نماز جمعه را دایره کنه، جمعه را میخونه و بگشته میوه. ایتا مقصد که تا ویگه در مقصد در جمعه بگرده و در کوچه بگرده اعتکافش فاسد میشه.
همچنان اعتکاف یک عملی است که انسان در او مثلا میتونه که وقتی مونده شود خواب کند، بخوره و بسیار به تعلیم و به کتابخوانی به ذکر مشغول شود، نه اینکه رفته در مسجد اعتکاف بشینه و روز تو بگه خورا. نه. بعدا اینجا یک مسئله که بین علما اختلاف است، میگویند که در مسجد بشیند که در اونجا جمعه خونده میشد، لیکن میگن قول مفتابی همیه که در اون مسجد که اگر ده 3 وقت نماز هم خونده شود، در همون جمع اگر اعتکاف بشینه جایز است. مثلا مسجدهایی که نماز 5 وقته خونده می شود، در همونجا اعتکاف بشینید، انشاءالله که بهترین است. اما در این حدیث عایشه مادرمون میگوید که پیغمبر تا وقتی که الله را ملاقات کرد اعتکاف می نشست. بعدا ما ازواج مطهرات، مادر مؤمنان، همه زنای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان هست، اونها هم این سنت پیغمبر را دوام میدادن. لیکن عزیزان دل، یک چیزی که در حالت اعتکاف مرد نمیتونه که همسر خود خانه‌داری کند. اگر خانه‌داری کند اعتکافش باطل میشه. به همین خاطر ازواج مطهرات میگه بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر تا وقتی که الله را ملاقات میکرد اعتکاف مینشست، ما هم چیکار میکنیم؟ بعد از گذشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف مینشستیم. همچنین در دیگر حدیث باز میفرماید، مثل همین حدیث عایشه مادر رضی الله عنها که قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل عشر احیا اللیل و عیقظ اهله و جد و شز المئزره. در این حدیث مادر مؤمنان عایشه صدیقه طاهره مادر من رضی الله عنها میگوید که دهه اخیر که میدرمد، یعنی دهه رحمت که میدرمد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ احیاء لیل، شبا را شب زنده داری میکرد، شبا را با ذکر و با تلاوت قرآن و با نماز تهجد میگذرم. در دهه اخیر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایقظ اهله، با در برابر این رسول الله صلی الله علیه و سلم خاندانش بیدار میکرد، یعنی ازواج مطهرات چیکار میکرد؟ به عبادت، به طاعت الله مهربان شوق و ذوق کرده تشویق میکرد، اونها را بیدار میکرد از خواب. امروز من و شما باید که عزیزان دل وقتی که دهه اخیر الله مهربان من و شما را به دهه اخیر میرسوند، چی در برابر این که خودمون شب زنده داری کردیم و همچنان باید که فرزندان زنان هم اونها را علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، همچنان زنهای خود را و فرزندای خود را در این شب دهه اخیر چیکار کنیم؟ به طاعت بندگی شوق و ذوق کنیم، یعنی خودمون طاقت اکتفا نکنیم، یعنی خودمون شب زنده داری کنیم زن و فرزندامون خواب را نه، بلکه همسرت هم بخیزون، فرزندات هم بخیزون، از عقیبت صف بکشن، یا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز بخونی، دعا کنی الله در خاندان تو برکت، در فرزندا برکت بده. انشاءالله یک برکت، یک نعمت. اما اکثریت خودمون کم طاعت بندگی کنیم، لیکن زن و فرزندا را به دهه اخیر شب زنده داری امر نمیکنیم یا خودمون هم نمیخونیم. به همین خاطر دیگه در خاندان مسلمان برکت نمونده است، احترام پدر و مادر نمونده است، یک دیگر فهمی نمونده است. برای چی؟ برای که ما دین نمیشناسیم، دعوا میکنیم الحمدلله مسلمانیم، لیکن 70% ما ای دین آگاهی نداریم. باز این مسئله اعتکاف و مسئله دهه اخیر اکثریت مسلمان ها را بگو میگه نمیدونم، من معلومات ندارم اعتکاف چیه، میگه دهه اخیر چیه. او اگر درباره یک بدین، یک آدمی که دشمن اسلام مسلمین درباره او گپش بزه، فرزندای او را میدونه، زیست زندگی او را میدونه، برنامه های او را میدونه، همه او را میدونه، لیکن دین خودش نمیدونه، توحید خودش نمیدونه. به همین خاطر در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر شبا را شب زنده داری میکرد، با ازواج مطهرات بیدار میکرد به طاعت و بندگی، و شذ المئزره که از همخوابگی به همسراش دوری میجست. یعنی اینه که اگر در دهه اخیر به همسر خانه‌داری کردی گناهگار میشه، نه، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چیکار میکرد؟
ایر دولت به این دوره که مقصد که بسیار به طاعت بندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرداخت و از همبستری دوری می جست تا که شوق و ذوقی همون دهه اخیر دریابد. ابن عمر رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم شب‌های قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید. اگر نتوانید پس 7 شب باقی مانده را از دست ندهید. ابن عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ ابن عمر رضی الله عنه میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تمیسوا فی عشر اواخر، جستجو کنید شما شب قدر را در دهه اواخر، یعنی لیلة القدر، شب‌های قدر. فإن ضعف احدكم او عجز فلا یغلبن عن سبع البواقی، یعنی شب‌های قدر در دهه آخر جستجو کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر. و اگر رفته و کار و بار زندگی بسیار داره در 7 روز آخر چیکار کنید؟ جستجو کنید. یعنی شبای تاق میگن اینها را شبای تاق میگن. مثلا که شب 21م 23م 25م 27م 29م در همین شبا چیکار کنید؟ جستجو کنید. در همین شبا جستجو کنید شب قدر رو رسول الله صلی الله علیه و سلم من شما را تشویق کردند. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنیم که الله مهربان من شما را به اینها رسونده است. این شب چیکار کنیم؟ شب زنده داری کنیم. و در دیگر حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه که قال اعتکف رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 الاوسط من رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا در اولای اسلام اعتکاف می نشست در مابین رمضان، یعنی 10 روز مابین رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ اعتکاف می نشست. ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه 10 من رمضان یلتمسون لیلة القدر قبل ان تبان له فلما استيقظ امر بالبناء فوجد ثم ابنیت له انه فی 10 اواخر. رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشت میگه که همون در اولای اسلام دهه مبین چیکار میکرد؟ 10 روز مبین رمضان اعتکاف می نشست در حالی که خبردار نبود. بعدا وقتی که حضرت جبرائیل با او خبردار کرد که شب قدر در دهه آخر جستجو کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم خیمه‌اش زد در دهه آخر چیکار میکرد؟ فامر بالناء فعودیه ثم خرج علی الناس فقال. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امر کرد که خیمه ما را بگذارید در مسجد، ما که در دهه آخر اعتکاف می نشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا ایها الناس ان کانت ابنیت لی لیلة القدر. او ای مردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با مردم کرد، او ای مردم کانت ابنیت لیلة القدر، برای من بیان کرده شد شب قدر رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینی خرجت اخبرکم، بعد رسید که من خارج شدم تا که شما را خبرتم بها. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ما که تا که خارج شدم شما را خبر بتم از شب قدر. فجاء رجلان يتحققان معهما الشيطان فنسيته فالتمسوا في 10 اواخر من رمضان. بعدا دو مرد میگه فجاء رجلان، دو مرد اومدن چیکار کردن؟ یتحققون معهما الشیطان، اونقدر بگیم که جنجال برداشتن بین همدیگر اختلاف کردن که شیطان اونها را دامنگیر کردگی بود. فنسیته، پس فراموش کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فتمیسوا فی 10 اواخر، پس شما را امر میکنم که در دهه آخر شب قدر چیکار کنید؟ جستجو کنید. یعنی شب قدر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بیان کردگی بود. رسول الله اومد خواست با مردم چیکار کنه؟ شب قدر بگه که ده صحابه جنجال برداشتن در چی مسئله اختلاف کردن، شیطان هم دامنگیر شو کردگی بود، به هیچی رو خب نمیکردن. بعضی حالت میشه که یک انسان یک خبر عیاجو میاره میخواد که به مردم برسونه، یکی میاد که در جای آفت هم میبینه، بلا را میبینه در بین مردم، او خبر آوردگیش فراموش میکنه که من برای چی اومدگی بدم. یکم سوختار را میبینه، یکم جنگ را میبینه، دیگه خبر آوردگیش فراموش میکنه.
همین رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین فوق العاده شد که دیگه ای جنجال اونها را شیطان دامنگیر کردگی بود، به هیچ رو اختلاف و بس نمیکردن. رسول الله گفت دیگه فراموش کردم. پس شما را امر میکنم که شب قدر در دهه آخر چیکار کنی؟ جستجو کنی. در دهه آخر چیکار کنی؟ جستجو کنی. اواخر من رمضان تمسها فی تاسعة و سابعة و خامسة. پس همون را چیکار کنی؟ جستجو کنی در 27 و 29 و 25. در همین روزا چیکار کنی؟ همون جستجو کنی دهه آخر را. یعنی که میگوین که دهه آخر دا 21 میدرویه، 23 میدرویه، 21 میدرویه، 23 میدرویه، 25 میدرویه، 27 میدرویه، 29 همتری. همین شبا در شبایی که تاق باشن، یعنی شبایی که تاق باشن شما چیکار کنیم؟ میگه شب قدر جستجو کنیم. این موضوع خودمون موضوع هم دهه آخر بود، هم اعتکاف بود، هم شب قدر بود که به سمع شما رسونده. و همچنین در بعضی روایت ها بسیار از زرین بن حبیش ازیر بن حبیش رضی الله عنه قال سألت ابی بن کعب، میگه من سوال کردم ابی بن کعب رضی الله عنه را، فقولوا ان اخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر، فقال رحم الله اراد ان لا يتكيل الناس اما انه قد علم انه في رمضان. زیر ابن حبیش رضی الله عنه میگوید با ابی بن کعب رضی الله عنه گفتم برادرت ابن مسعود رضی الله عنه میگه که هر کس تمام شبهای سال رو زنده نگه دارد شب قدر رو در مییابد. همه شبها زنده بدارد شب قدر رو در مییابد. زیر ابن حبیش رضی الله عنه گفت الله او را رحمت کند، هدفش این بود است که مردم به یک رأی اعتماد نکنند، بگونه ای که شب زنده داری سایر شبها رو رها کنند. او میدونه که شب قدر در ماه رمضان در دهه آخر است، آن هم شب 27 می باشد. این قولی ابی بن کعب رضی الله عنه که همراه میگه اما اینه قد علم ان فی رمضان و انه فی عشر اواخر و انه لیلة 27، یعنی شب 27 است. ثم حلف لا يستثني أنه ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبو منذر؟ قال بعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا تشاع لها. یعنی راوی میگوید که آنگاه با ابی بن کعب رضی الله عنه بدون انشاءالله گفتم به طور قطعی سوگند یاد نمودی که شب 27 می باشد. من گفتم ای ابو منذر دلیل این گفته چیست؟ گفت نشان و علامتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان فرمود مبنی بر این که در این روز خورشید بدون شعاع پرتر و نور شدید طلوع می نماید. قول ابی بن کعب رضی الله عنه با قسم یاد میکنه که شب قدر در شب 27 است و میگن آیا دلیل داری برای اینکه شب قدر شب 27 باشه؟ میگه همون شب روزی که شب قدر میدرویه همون آفتابی که طلوع میکنه بدون شیوع است، پرتر نور و شدید طلوع می نماید. همون روزی که شب قدر آفتابش به حد آفتاب تیزی است که بسیار مثلا شعله‌ور می شود در دنیا. به همین خاطر میگوید که شب قدر در 27 شب رمضان است. این بود چند مختصر عزیزان دل در بیان هم دهه آخر، هم اعتکاف، هم شب قدر به سمع شما بنده عاجز رساندم. الله متعال هر یک من شما را این شبها را این لحظه ها را به طاعت عبادت بر بندگی الله مهربان
نصیب و روزی بگرداند و الله مهربان این شبا را برای ما شبای پر از فیض پر برکت نصیب و روزی بگرداند و یک قطار گناهایی که کرده بودیم الله مهربان به حرمت این دهه اخیر به حرمت این ماه شریف رمضان الله متعال قلم عفو بالای گناههای من و شما نوشته بگرداند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.